دوستای ما رسیدیم میدان ما و کیهان جان. هنوزم دیگه مانده هستم در راستیم دیگه رفته رایستیم طرف جایگاه اصلی. فعلا دیگه کیهان جان گوش نشده بود رفت اکنون خوردن اینجا. سلام دوستای عزیز، خدا کنه که خوب باشین، خسته نباشین. بالاخره دوستای عزیز ما رسیدیم میدان ما و کیهان جان. دیگه بسیار مشکل اینجا ما خیلی دیر منتظر ماندیم. اول خود پشت میدان تا که دروازه واشد ما را گفت یکم 3 ساعت پیش بریم. ما 3 ساعت پیش همین دروازه بسته بود دیگه، موترم زیاد بود، مسافرام نام خدا دیگه بسیار ماندشتم. کیهان جان هم سایل داره که بچه وقت سلام کیهان جان. علیکم سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور صحتمند سرحال باشین. هرچه دنیا که هستین لباسات بیاد برنامه داشته باشین که ما روز پرواز ماست دیگه میدان نویستیم از تلاشی های دیگه دیر شدیم در ترمینال هستیم که خدایی ما چک کنه و تیاره ما رو بوی اقدام سیدن اینجا هم نام خدا بسیار بیربار. هنوز صبح وقت ما فکر نمیکنم کسی باشه. 4 بجه صبح است تقریبا دیگه. بیربارم به حد زیاد است و ما مریض شدیم. از یک طرفی پای ما به حد اندازه درد گرفته، هیچ گشته نمیتونم دیگه. باش کنه یگان حرکات تیر بیر میشه، سیلم میکنه اینجا یگان تا میشناسنم دیگه. ان شاء الله برنامه خوب داشته باشیم کیهان جان، همچنین سفر خوب و خوش بخیر داشته باشیم. بیاختر باشه. شما بیننده برنامه ما باشید تا آخر لحظات ببینید که کجا میریم چی میکنیم.
عزیز فعلا دیگه کیهان جان گوش نشده بود، رفت نان خوردن اینجا و مدام نمیشه که برم سیرستم دیگه. به می خاطر ما داخل ماشین یا موتر ششتیم، اونا رفتن دیگه. کیهان جانشون تا که بیایه رفتن دیگه نان بخورن، ما در موتر منتظرشان میشینم چی وقت میاین. سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند سرحال باشه. سلام بر خودت آسنا جان، مانده سفر را دیگه. سلام مانده سفر را بر خودت مانده را باشی، زنده باشی آسنا جان. هنوزم دیگه مانده هستم، در راستیم دیگه رفته رایستیم طرف جایگاه اصلی. دیگه بخیر جایی که میریم دوستا، ما روز دوم است که یک جایی که میخواستیم بیاییم آمدیم اونجا دیگه. باز براتون میگم کجا آمدیم. حالا دیگه خانه کسی میریم که مهمان ممکنه و نفر خاص ما هستن دیگه. در راستیم دیگه فعلا در راستیم دوستای عزیز. تا آخر برنامه همراه ما باشین، ببینیم ما خانه کی میریم، کجا مهمان ما کردن، کی است دیگه. همراه ما باشین.